آیا ما میخوایم که دختری ما در آتش دوزخ سوزد، خواهری ما در آتش دوزخ سوزد، مادری ما در آتش دوزخ سوزد؟ در حالی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند ان اقل ساکن الجنه النساء. حدیث صحیح امام مسلم تحت رقم 6877 روایت کردند. گفتند حضرت کمترین ساکنان جنت زنها هستند. و یا در حدیث دیگری که امام مسلم تحت رقم 6874 روایت کردند، حضرت فرمودند اطلعت فی الجنه فرأیت اکثر اهلها الفقراء و اطلعت فی النار فرأیت اکثر اهلها النساء. وقتی که من درباره اهل جنت آگاهی پیدا کردم، دیدم که اکثر اهل جنت فقیرها هستند، کمبغلها هستند. یعنی البته آن فقیرها، آن کمبغل‌هایی که و کمبغلی خودشان صبر کردن، از قانون شریعت بیرون نبرند و با تقوا زندگی کردن. وقتی درباره دوزخ آگاهی پیدا کردم، دیدم که اکثر اهل دوزخ زنها هست. برای چی؟ برای اینکه زنها بسیارتر از شریعت تیز می‌برند، زنها بسیارتر از تقوا تیز بیرون میروند، زنها بسیارتر بول هوس هستند. تلویزیون به یک رقاصه دیدن که شیمی جنس پوشد هوس میکنن میپوشن. تلویزیون به یک رقاصه دیدن که کرته پوشیده از نافش بالا همون هوس میکنن. تلویزیون به دیدن که یک ارتیست که دیگر موشه کدام نمود پریچاسکه کرده است در همون به هوس میکنن. وقتی که زنها و دخترها با این هیئت‌های دقت جلب کننده و به حرکت آرنده شهوت جوانها در کوچه و بازار و مکتب و تشکیلات و کارخانه و مجلس و مجلسگاه حاضر میشوند، فتنه بنی اسرائیل هم اینجا آغاز میشود. وقتی زن ویران می شود، جمعیت ویران می شود، نسل ویران می شود، دیگر این خیلی جمعیت روی آبادی نمی بینند. این ماشین قیمت بها داشتن و خانه قیمت بها داشتن و لباس های رنگ و رنگ پوشیدن، این آبادی نیست. آبادی آن است که در انسان ها تقوا باشد. مرد زن با تقوا باشد، حیات پاکیزه می شود، حیات آباد می شود. بنابراین وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که با اکرامترین انسان ها کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که با تقواترین آنها. گفتند نه ما از این نمیپرسیم. پیغمبر علیه السلام گفتند که فیوسف نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن خلیل الله. نباشد گفتند با اکرامترین انسان این یوسف پسری پیغمبر خلیل خدا. یعنی حضرت یوسف پسر یعقوب بودن پیغمبر خدا و یعقوب پسر اسحاق بودن پیغمبر خدا و اسحاق پسر ابراهیم بودن پیغمبر خدا، پدر پیغمبران. حضرت یوسف گفتن بزرگترین انسان. گفتن نه ما از این نمیپرسیم. پیغمبر علیه السلام گفتن ها شما میخواهید از بزرگان خودتان پرسید که بزرگترین عرب ها کی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. حدیث متفق علیه است که بخاری تحت رقم 3353 و مسلم تحت رقم 2378 روایت کردند. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیراً گفتند که شما درباره بزرگان عرب میپرسید. بزرگان عرب آنهایی هستند که در زمان جاهلیت کسی بزرگ بود، در زمان اسلام هم او بزرگ است اگر که صاحبی علم و معرفت اسلامی شود. یعنی آن کسی که صاحب علم و معرفت اسلامی می شود و صاحب تقوا می شود، بزرگترین اوست. از این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم می شود که اصل و نسب هم در بزرگی انسان یک مقام دارد، وگرنه خدای تبارک و تعالی پیغمبری ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم به رسالت عطا نمیکرد پیغمبری.
چرا؟ برای آنکه بزرگترین مردم عرب این قبیله قریش بود و بزرگترین اولاد قریش این اولاد هاشم بود و بزرگترین انسان در اولاد هاشم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و خداوند در آیت 124 سوره انعام میگوید که استعاذ بالله الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که رسالتش را در کجا میگذارد. بنابراین ولید دعوا کرد که من باید پیغمبر بشم اگر این حق میشد، چرا که من مالم زیاد است، من فرزندم زیاد است، من عمرم بالاتر است. اما رسالت خدای تعالی به ولیدی که ولد سینا بود عطا نمیکند. خدای تعالی رسالت را آنجای میگذارد که او میداند در کجا گذارد، یعنی رسالت را به پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرد که بزرگترین انسان اولاد هاشم بودند و هاشم بهترین اولاد قبیله قریش بود و قریش بهترین قبیله در بین عرب ها بود، یعنی نسب پاکیزه داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لیکن پیغمبر خدا گفتن که در جاهلیت هر کسی بزرگ بود بعد از اسلام هم او بزرگ است و شرطی که وی صاحب علم و معرفت اسلامی شود. بنابراین خدای تعالی با یک جمله کوتاه زیبا در آیت 13 سوره حجرات اعلام کرد که استعیذ بالله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، البته با اکرامترین شما نزد پروردگار با تقواترین شما است. و امروز که در جمهوری ما و شما یک روند جابجاگذاری کادرها رفته ایستاده است و بعضی ها علاقه وظیفه های خود را گرفتن، بعضی های دیگر حالا در زیر سوال قرار دارند. این روند جابجاگذاری کادرهای بعضی ها برای خودشان تلاش و صاحب شدن وظیفه منصب می‌دانند. خیال میکنند که با داشتن منصب بزرگی آنها مقام پیدا میکنند در جمعیت، اما با چشم خود دیده ایستادند که منصب داره که از منصب رفته ایستاده است، به چه حالت گرفتار شده ایستاده است. بنابراین اگر ما خواهیم که در دنیا هم یک مقام داشته باشیم و در آخرت هم، پس ما کوشش کنیم با تقوا باشیم، تلاش تقوا کنیم، تلاش منصب نیم. و ما البته امید میکنیم که رهبری دولت کادرها را با مصلحت اطرافیان نیک خودش جابجا میگذارد. آنهایی که وظیفه میگیرند